افرادی که انیمه نگاه میکنن 99% مواقع فقط انیمه‌های سریالی رو میبینن و جوری به انیمه‌های سینمایی نگاه میکنن انگار باشه چیزیه. اما خب حداقلش بیایم ببینیم کدوماشون تبدیل به بهترین سینمای سال شدن. سال 2017 و اولین دور مراسم کرانچی رول جایزه سینمایی وجود نداشت. تو دومین سال مراسم کرانچی رول رقابت اصلی بین دو اثر بود که واقعا جفتشون فوق العاده بودن، سایلنت وایس و یور نیم، که در نهایت هم جایزه به یور نیم رسید. سال 2018 از نظر سینمایی سال کویری بود، به قدری که جایزه سینمایی سال به سینمایی تو هیروز مای هیرو آکادمیا رسید. سال 2019 بازم بهترین سینمای سال نداشتیم. سال بعدش هم نداشتیم تا 2021. اما از اون طرف سال 2021 سال خیلی پرباری بود. سالی که سینمای بازسازی انیمه معروف اونگلیون رو داشت، سینمای بل رو داشت، سینمای جوسد تایگر اند فیش رو داشت و پرفروشترین فیلم تاریخ ژاپن یعنی سینمای موگن ترین دیمون اسلیر رو هم داشت که خب همه ما میدونیم که جایزه قاعدتا به دیمون اسلیر رسید با اون موفقیت زیادش. اما بهترین انیمه اون سال از نظر من جوسه بود، یه انیمه خیلی شیرین و عاشقانه درباره رابطه یک پسر و یک دختر معلول که واقعا دیدنش حال آدمو خوب میکنه. سال 2022 رقابت اصلی بین سینمای صفر جوجوتسو کایسن و سینمای رد وان پیس بود که از قضا جفتشون هم جزو پرفروشترین فیلم‌های تاریخ ژاپنن. وان پیس رتبه 8 و جوجوتسو کایسن رتبه 11. اما در نهایت جایزه به جوجوتسو کایسن رسید که به نظر من حقش بود. سینمای وان پیس عملاً فیلر بود. سال 2023 از نظر سینمایی پر شده بود از اسمای بزرگ، سینمای بلک کلاور، سینمای اسلم دانک یا حتی سینمای کاگویا ساما و سایکوپاس، اما در نهایت جایزه به هیچ کدومشون نرسید و به سوزومه رسید که بهترینشون هم بود. و اما میرسیم به امسال که واقعا بازم سال پرشوری بود. سینمای هایکیو رو داشتیم که عملا داره انیمش با سینماییاش تموم میکنه. سینمای مای هیرو آکادمیا و اسپای فامیلی و مومونوکا هم داشتیم. اما در نهایت بهترین سینمای سال لوک بک شد که احتمالاً خالقش رو با اثر دیگه‌اش یعنی چینسا من بشناسیم. و همین، بریم تا سال دیگه که دیمون اسلیر بازم بیاد بهترین سینمای سال شه.